تا حالا براتون پیش اومده که یه هدف بزرگ و شفاف داشته باشید، دقیقاً هم بدونید که قدم اول چیه، اما هیچ کاری نکنید. ساعتها، روزها یا حتی هفته‌ها میگذره و شما هنوز همون نقطه اول وایستادید. آخه واقعاً چرا شروع کردن اینقدر کار سختیه؟ امروز می‌خوایم با هم با الهام از ایده‌های جیمز کلیر، نویسنده کتاب فوق‌العاده عادت‌های اتمی، ببینیم که چطور میشه برای این بزرگترین مانع پیشرفت، یعنی وسواس برای شروع بی‌نقص غلبه کرد. خب بریم سراغ ریشه اصلی مشکل. میدونین مشکل از کجا آب میخوره؟ از چیزی به اسم فلج کمالگرایی. یعنی ما اونقدر دنبال بهترین و بی‌نقص‌ترین برنامه میگردیم که آخرش هیچ قدمی بر نمیداریم. این ذهنیت دقیقاً همون چیزیه که ما رو فلج میکنه. ترس از این که نکنه اشتباه کنیم یا نکنه این بهترین راه ممکن نباشه باعث میشه همش منتظر یه لحظه عالی، یه برنامه بی‌نقص یا یه شرایط ایدئال بمونیم. یه لحظه‌ای که خب راستش هیچ وقت از راه نمیرسه و ما رو همون نقطه اول محکوب میکنه. اما نکته جالب اینجاست. شاید راه حل این مشکل توی روانشناسی نباشه. شاید جواب یه جای خیلی غیرمنتظره پنهان شده باشه. مثلا توی درس فیزیک. بله درست شنیدین، فیزیک. این میشه استعاره اصلی بحث امروزمون. درست مثل قانون اول نیوتن، توی بهره‌وری هم سخت‌ترین کار فقط شروع حرکته. وقتی راه افتادید، ادامه دادن خیلی راحت‌تر میشه. پس کل انرژی ما باید صرف غلبه بر اون استحقاق اولیه بشه. یعنی فقط اون هول اول رو بدیم. به این جعبه فکر کنید. در اینکه بتونید هولش بدید دو راه دارید. یا اینکه زور خیلی بیشتری بهش وارد کنید، یا اینکه استحقاق زیرش رو کم کنید تا راحت‌تر حرکت کنه. زندگی ما هم دقیقاً همینه. برای شروع یک کار یا باید انگیزمون رو به شکل انفجاری بالا ببریم یا خیلی ساده‌تر و هوشمندانه‌تر ماوانه رو از سر راه برداریم. و اینجاست که قانون سوم نیوتن هم وارد بازی میشه. هر عملی واکنشی داره. اون اولین قدم کوچیک شما مثل یه موج کوچیک عمل میکنه و انرژی لازم برای قدم‌های بعدی رو فراهم میکنه. یادتون باشه هیچ کدوم از کارهای ما ایزوله و جدا از هم نیستن. پس نکته کلیدی اینه و این شاید یکم برعکس تصور همیشگی ما باشه. پیشرفت واقعی اغلب با حذف کردن به دست میاد، نه اضافه کردن. یعنی به جای اینکه از خودمون بپرسیم چطور خودم رو مجبور کنم این کار رو انجام بدم، باید بپرسیم چه مانعی رو میتونم حذف کنم تا انجام این کار راحت تر بشه. خب این ایده واکنش زنجیره‌ای یه اسم خیلی جالبم داره که حتما شنیدین، اثر دومینو. بیاین با هم دقیق‌تر ببینیم چطور کار میکنه. قدرت این ایده واقعاً فوق‌العاده است. به شما میگه لازم نیست یه برنامه پیچیده و عظیم برای تغییر کل زندگیتون بچینید. نه، فقط و فقط روی یه چیز تمرکز کنید. پیدا کردن و هل دادن اولین دومینو. بقیه دومینوها خودشون میافتن. یه لحظه فکر کنید این روش چقدر هوشمندانه است. شما یه عادت خیلی کوچیک رو انتخاب میکنید. یه کاری که شکست خوردن توش تقریباً غیر ممکنه. و همین کار کوچیک به طور خودکار شما رو به سمت تغییرات بزرگتر هل میده. مثلا به خودتون میگید امروز فقط یه صفحه کتاب میخونم. اما اتفاقی که در عمل میفته چیه؟ خیلی وقتا اون یه صفحه میشه یه فصل و یهو به خودتون میایید و میبینید کل کتاب رو تموم کردید. بسیار خوب. پس تا اینجا فهمیدیم که باید کوچیک شروع کنیم. عالی. اما سوال اینه، وقتی یه لیست بلند بالا از کارها داریم، اون اولین دومینو ما باید کدوم باشه؟ انرژی محدودمون رو باید دقیقاً روی چی بذاریم؟ اینجا یه تغییر نگاه خیلی اساسی لازمه. همه ما در مورد مدیریت زمان زیاد شنیدیم، اما راز واقعی مدیریت انرژیه. به قدرت ارادتون فکر کنید. انگار باتری موبایلتونه. صبح که از خواب بیدار میشید شارژش 100. هر تصمیم کوچیکی که در طول روز میگیرید یه ذره از این شارژ رو مصرف میکنه. ماتریس آیزنهاور یه ابزار عالیه که بهمون کمک میکنه انرژیمون رو درست خرج کنیم. تله‌ای که بیشتر ما توش میافتیم مربع کارهای فوری ولی غیر مهم هست. چیزایی مثل جواب دادن مداوم به ایمیل ها و تلفن ها. اما پیشرفت واقعی و بلند مدت توی اون مربع دیگه اتفاق میفته. کارهای مهم ولی غیر فوری. یعنی دقیقاً همون کارهایی که آینده ما رو میسازن ولی چون فوری نیستن مدام عقب میندازیمشون. این پدیده یه اسم علمی هم داره، خستگی تصمیم گیری. گفتیم اراده دقیقاً مثل یه عضله عمل میکنه، درسته؟ خب این عضله با استفاده زیاد خسته میشه.
هر تصمیمی از اینکه صبح چی بپوشیم گرفته تا اینکه به یه پیام جواب بدیم یا نه، این عضله رو فرسوده میکنه. و وقتی خسته میشیم مغزمون چیکار میکنه؟ میره سراغ راحت ترین و فوری ترین کارها. این نمودار واقعاً تکون دهنده است. توی یه تحقیق اومدن تصمیم‌های قاضی‌ها رو در طول روز بررسی کردن. نتیجه چی بود؟ اول صبح احتمال این که با آزادی مشروط یه زندانی موافقت کنن خیلی بالا بود. اما هرچی به آخر وقت کاری نزدیک می‌شدن، این احتمال تقریباً به صفر می‌رسید. چرا؟ چون انرژی ذهنیشون ته کشیده بود و مغزشون به ساده‌ترین و امن‌ترین گزینه پناه می‌برد. نه، فکرشو بکنید. سرنوشت یه آدم به این بستگی داشت که قاضی قبل از ناهار پروندهش رو بررسی کنه یا بعد از ناهار. خب همه اینا رو گفتیم که به یه نکته اصلی و خیلی قدرتمند برسیم. یه پیامی که میخوام حتما یادتون بمونه. این جمله به نظرم خلاصه تمام حرفای امروزمونه. پس برنامه‌ریزی برای کمال رو متوقف کنید و فقط شروع کنید. اولین قدم رو بردارید، حتی اگه کوچیک و ناقص باشه. و فراموش نکنید حرکت خودش حرکت ایجاد میکنه. مومنتوم بهترین دوست شماست. و حالا این سوال رو از خودتون بپرسید. اون یه کاری که مدام دارید عقب میاندازیدش چیه؟ چطور میتونید همین الان، همین امروز یه قدم 2 دقیقه‌ای و ناقص براش بردارید؟ منتظر نمونید، قدرت در دستان شماست. اولین دومینو رو هل بدید.